چی حالا؟ خیلی عصبانی چرا؟ اینقدر عصبانی نشد. عیبی نداره، یه چیزی رو گفته، نادانی کده، یه چیزی گفته، تو عصبانی نشد. خونه خواهر کسی نکن بابا باشه. همسرم عیبی نداره، الان یه چیزی گفت، بچگی کرد، نادانی کرد. شما به بزرگی خودت ببخش پسرم، عیبی نداره، بچگی کرد، نادانی کرد. بفهم. آفرین بابا جان، آروم باش همینجوری، عصبانی نه. خیلی خوش دیدم. چقدر عکست قشنگ بیفته، فیلمت اینقدر قشنگ بیفته، اون میره عصبانی میشه، فایده نداره. چی چو